خودروهای ژاپنی دهه 90 انقدر سریع بودن که همه رو دیوونه خودشون کردن، ولی آخرای دهه 70 به خاطر درگیری بین باندهای یاکوزا و تصادف‌های مرگبار با سرعت‌های بالا، خودروسازهای ژاپنی توافق شفاهی با هم بستن که هیچ ماشینی بیشتر از 286 اسب بخار و بیشتر از 180 کیلومتر بر ساعت رو تولید نکنن. برای همینه که R32 و R34 با اینکه تقریباً 10 سال با هم فاصله تولید داشتن، به خاطر همین روی کاغذ قدرت جفتشون یکی بود. ولی خودروسازهای ژاپنی باز هم با هم رقابت می‌کردن. اونا مجبور بودن روی کاغذ مشخصات ماشین رو پایین نگه دارن، ولی وقتی ماشینا به کشورهای دیگه صادر میشد، تیونرها می‌دیدن که با یک دستکاری کوچیک میشه قدرت واقعیشون رو آزاد کرد. در واقع موقع تولید این ماشین‌ها رو با یک دستکاری جزئی قدرت و سرعتشون رو محدود می‌کردن. ممنون میشم نظرتو توی کامنت‌ها با هم به اشتراک بذاری. دمت گرم که ویدیو منو لایک می‌کنی و با ساب کردنت بهم عشق میدی.